آرنیکا این پسر داغون چی داره وقتتو داری تلفش میکنی؟ الانم اومد میگیری روش کلا میذاریش کنار. آره راست میگی، من زیادی بهش بها دادم، الانم که اومد میدونم چی کارش کنم. عجب که تو زیادی به من بها دادی. آره میدونی وقتی 100 تا مورچه قرمز و مشکی رو میندازی توی شیشه هیچ کاری با هم دیگه ندارن تا وقتی که اون شیشه رو تکون بدی. تازه اون موقع شروع میکنم به کشتن هم، چون فکر میکنم با هم دیگه دشمنن، ولی دشمن واقعی توی بودی که اون شیشه رو تکون بدی. اگه ببینی پی ام تو با آرنیکا نشون ندادم به خاطر این بود که نمیخواستم دوستیتون خراب شه. هانیه هیچی نگو. ببخشیدمی. ببین من که رفتم، ولی این بشه برات درس عبرت که اگه خواستی به جون یکی دیگه بیفتی از خودت بپرسی کی اون شیشه رو تکون داده. بشین یه گوشه به حالم فکر کن، هی شل کن صف کن، ببین که گذشته آب از سرمون.